تا حالا دیدید که شاعرها هم مثل رپرها هم دیگر رو دیس کنن؟ داستان برمیگرده به شعر جناب حافظ، اونجایی که میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. سالها از این شعر میگذره تا میرسیم به صائب تبریزی. صائب میاد حافظ رو دیس میکنه، میگه که هر آن کس چیز میبخشد ز جان خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. باز هم سالها میگذره تا میرسیم به جناب شهریار. شهریار اینجا میاد هوای حافظ رو نگه میداره و صائب رو دیس میکنه. میگه که هر آن کس چیز میبخشد به سان مرد میبخشد، نه چون صائب که میبخشد سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند، نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. حالا به نظرتون دیس پیشرو به زدبازی قوی تر بود یا این دیس؟